اگه سایت فروشگاهی دارید، شناسایی اون کلمات و عبارتایی که مخاطبای سایت شما بعد از ورود به سایت داخل سرچ باکس خود سایت وارد میکنن بهتون کمک میکنه تا ایده های جدید برای ایجاد دسته‌بندی های جدید، تغییرات توی منوی ناوبری سایت و بهبود یو آی سایت داشته باشید و این کارو میشه با گوگل آنالیتیکس انجام داد. بعد از اینکه وارد گوگل آنالیتیکس شدین، از اون گوشه پایین سمت چپ روی ادمین کلیک کنید. توی صفحه‌ای که باز میشه روی گزینه دیتا استریم کلیک کنید. روی سایتتون کلیک بکنید و از این صفحه توی قسمت انهانس میجرمنت روی این چرخ دنده کلیک کنید و مطمئن شید که این گزینه سایت سرچ رو فعال کردید. با کلیک کردن روی گزینه شو ادوانس ستینگ مطمئن بشید اون کوئری پارامتری که سایت شما برای نمایش نتایج جستجو استفاده میکنه رو اینجا اضافه کردید. توی سایت های وردپرسی کوئری پارامتر اس هست که به صورت پیشفرض وجود داره. در نهایت هم روی گزینه سیو کلیک کنید. بعدش برید به قسمت ریپورتس و از قسمت اینگیجمنت روی گزارش‌های ایونتس کلیک کنید و توی صفحه‌ای که باز میشه روی این علامت مداد کلیک کنید. توی این قسمت دایمنشن این گزینه ایونت نیم رو حذف بکنید و اینجا دنبال سرچ ترم بگردید و گزینه سرچ ترم رو اضافه بکنید و روی اپلای کلیک کنید. حالا میتونید با زدن روی گزینه سیو و انتخاب سیو از نیو ریپورت این ریپورت رو به عنوان یه ریپورت اختصاصی با یه اسم مناسب سیو کنید. خب حالا اینجا من میتونم ببینم که کاربرها چه کلماتی رو داخل اون قسمت سرچ سایت هم سرچ کردن. یادتون باشه که حتما باید یه چند روزی رو زمان بدید به گوگل آنالیتیکس تا این دیتا رو جمع آوری بکنید و بلافاصله نمیتونید این اطلاعات رو داخل این گزارش ببینید. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. اگه دوست داشتین این ویدیو رو لایک بکنید، کانال ما رو هم سابسکرایب کنید.